پس از چند روز آرامش در خاورمیانه، ایران و آمریکا بار دیگر بر یکدیگر آتش گشودند. آتشی که انبارهای پهپاد و موشک در ایران و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را سوختاند. دو کشور یکدیگرشان را به نقض تفاهمنامه متهم می‌کنند. همزمان اسرائیل و لبنان پس از 5 دور مذاکرات تفاهمنامه را با پادرمیانی آمریکا امضا کردند که حزب الله به شدت مخالف آن است و اعتراضات بر ضد آن در لبنان شکل گرفته است. هفته جاری برای خاورمیانه و جهان چگونه خواهد بود؟ سلام، شما بیننده تحلیل یک هستید. من اسماعیل سادات میزبان شما هستم. برای بحث بیشتر در این باره همراه میشویم با عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل. آقای مارج، شما را خوش آمدید میگیم. بار دیگر ایران و آمریکا به یکدیگر حمله کردن. مقصر اصلی این ماجرا و نقض آتش بس به نظرتان کی است؟ تشکر جناب سادات محترم. نخست سلام برای شما، سلام و همکاران تکنیکی و شنوندگان تقدیم میکنم. ببینید اینجا منقصر و ملامت و سلامت ما گفتن میتونیم که چرا جنگ آغاز شد، چرا کی حمله کرد. اصلا جنگ آغاز شده، این جنگ دوام داره. این آتش بس و 60 روز برات مهلت میده و شرایط مایست و شرایط آن است و این همش تکتیکایی است که داخل امی پروژه پیش میره. اصل مطلب انرژی است، کنترل انرژی، کنترل منطقه توسط امریکا و غرب. این که حال شرایط این آن گذاشته میشه. مثلا شرایط چی است برای ایران؟ ایران چطور موفق خود میگه؟ امریکا آمده بالای تنگی هرمز با ملکیت و ذلیت و حریم ایران معامله میکنه. اگر ایران برنده است، امریکا را شکست داده زور داره بر از که ملکیتم است. من نمیخوایم با خود صحبت کنم یا در این مورد امروز قرارداد یا امضا کنم. اگر مسئله واشنگتن و نیویورک است بیان که او را شریک بسازیم، در این صورت درست است. این تکتیکایی هستند که استفاده میشه. اگر امریکا خود دور میکنه، اسرائیل پیش میاد. از دویش یک جنگ آغاز کرد، از دویشان یک استراتژی، یک هدف است. اگه اسرائیل آتش بس کنه، امریکا آغاز میکنه. مسئله لبنان یا را بانگیری و اصلا موضوع اساسی و عمده ایست که کنترل تنگی هرمز. اگر معامله صورت بگیره، چون ایرانی ها هوشیار است، شاید معامله کنند. معامله سرمی خواهد بود که منفعت هر دو کشور را نظر میگیرن. چند قبل معامله صورت گرفت، گفت که ایران میتونه تیل خود بفروشه، به دلار بفروشه. پول تام با آزاد بسازم، بیا از ما بخر. بیا از جای اتمن از سالا یا مثلا مواد خوراکی چیزی میخری، از ما بخر. فایدهش برای من. پولم آزاد میسازم. بنان سری مثلا معامله جریان داشت. ای که نمیخواه غرب با این معامله ها هم قناعت کنند، چون وا پارتینر کار نداره، نوکر کار داره. این مسائل مثلا چند وقت خاموشی و صلح و ای خو مثلا ما میبینیم مثلا هافترم یا به حساب میترم الیکشن در کانگرس ویا صورت میگیره، به خاطر که جمهوری خواه بدنام نشن و رای کم نبیارن در کانگرس و در سنات در مجموع در نمایندگان. به او خاطر یک کمی صلح است و صحبت است و مثلا مذاکره است و قوانین و اصول بین‌المللی را اشاره کردن. این چیزا را مردم جهان سیاسون میفهمند. بله آقای مارج، ما پس از امضای تفاهمنامه اولین بار است که شاهد حمله های ایران و آمریکا به یکدیگرشان هستیم. خب این حمله ابتدا از بالای کشتی که ایران حمله کرده و گویا او به هماهنگی ایران در حرکت بوده. شما فکر میکنین که این موضوعات تمامش بهانه آمریکا است به خاطر از اینکه باز جنگ از سر بگیره و باز فشارها و باز هم موضوعاتی که شما قبلا اشاره کردین؟ ببینید امی کشتی را که ایران زیر آتش گرفت خواهد دار. خاطر که پروتکل بود که کشتی نره. امی کشتی چرا او حرکت میکرد؟ مطابق ماده 5 تفاهمنامه اسلام آباد که امضا شده، در اونجا آمده که باید با هماهنگی ایران و همچنان آمریکا باید تردد کشتی ها صورت بگیره، ولی این کشتی هماهنگی نمیکنه و حمله میکنه و مورد حمله ایران قرار میگیرد. خب اینجا مسلما به گفته شما ایران حق داشته، پس چرا آمریکا آمده و به مذاکره بار دیگر بر ایران حمله کرد؟
بدون اول به اول مسئله ایست که بدون هماهنگی کشتی را بخواد تیر کنه. این به ذات خود یک حرکت است که خلاف یعنی تخریش است، یعنی باید یک حمله صورت بگیره که به جهان نشان بده که این است ما حمله نکرد، چون همو ملیتر انتخابات دنیا به نظر میگیرن، حال زیاد احتیاط میکنه، خودم ملامت نمیکنه، وام در ماه نوامبر است. همین 2 سال بعد که میشه در 4 سال حکومت رئیس جمهوری رئیس جمهور دوجه نبازان مثلا جمهوری خواه به خاطر احتیاط کار میکنه، اول ایران ملامت میکنه، به تکتیکی پیش میره. این جنگ دوام داره تا سال 2028 تا 2030. مسئله عمده کلان نتیجه حریف کلان با امریکا با ایران تشویش زیاد نداره، سر میخواه که اینجا یک معامله کنه، معامله طوری که تنگی را تقسیم کنن، اما امریکا از این استفاده کنه، هم ایران از این استفاده کنن و از همین مسئله جور هم میایم به خاطر که منفعت در دوی شهر است. فشار کلان میخواه بالای چین بیاره. حریف کلانشان کشور چین است که لحاظ پیشرفت بسیار نفوذی اقتصادی او را میخواه مهار کنن. به خاطر زیادتر کوشششان با میسته که مواد نفتی تیل تکنه 85% ایران به چین میره و نمور میخواه جلب شبیره که زیبشان. ما ایران اینی مسئله را در نظر میگیره و دومی که ایران نمیخواه رابط خود با چین و روسیه خراب بسازه و ایران و چین و روسیه هم نمیخواه. روسیه ایرا میفهمه که جبهه اول جنگ دفاعی ما ایران است. اگر ایران سقوط کرد جبهه دوم آسیای مرکزی، دیگه آسیای مرکزی خود چیز نماند، مستقیم سر ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان هم صورت گرفته میتونه بدون کدام مشکل. به خاطر این بازی های پشت پرده احتمال از این است که مثلا اوکراین با روسیه معامله کنه، در اون صورت احتمال از این است که ایران با امریکا معامله کنه. یعنی احتمال از این بلند است آقای مارچ؟ احتمالش بلند است؟ برسه احتمال این مسئله بلند است به نظرتان؟ چون قبلا هم مطرح شده از آلاسکای گرفته می که رئیس جمهور ترامپ به چین رفت و پوتین به چین رفت، مسئله تایوان، مسئله اوکراین، مسئله ایران، بین سه قدرت معامله صورت میگیره. همیشه در جهان قطبای مختلف کشورها بر قدرت معامله کردن، جهان تقسیم کردن، چندین باری تقسیمات صورت گرفته، خصوصا بعد از سال 1648 امی اصول وستفالی یا آمدن زیادتر دنیا را تقسیم کردن بین خود. بعد از انقلاب صنعتی فرانسه 1789 باستیل دلوی 14 اینجا وقتا با تقسیم وقت اسپانیا زیاد نفوذ داشت، فرانسه هم داشت، پرتغال هم داشت. تقسیمات که میگه بین 14 کشور، امی 14 وقت امریکا اصلا مطرح نبود، این 14 کشور بین خود تقسیمات حریما را تقسیم کردن. بعد عبده می فامیلای یهودا که برای خود فریمیزر رو یا را جور میکردن یا نقشای دیگه را به جان کشیدن. خلاصه بعد از جنگ اول جهانی وقتی که امپراتوری عثمانی را سقوط دادن، پروسهش از سایکوپیک شروع شد 1916 در 22 در اینجا باز امریکا و دیگه کمک مطرح شدن، نه آنقدر زیادترین مطرح شدن امریکا بعد جنگ دوم جهانی بود. وقتی که دوم جهانی دیگه کشورها ضعیف شد، امریکا یکم با خو از سال 2022 به این طرف تمام نقشه را که ببینه همه که میگه براتان 1922 معنی 2022 به این طرف بین شرق و غرب این تقسیمات صورت گرفته. تمام نقاط که ببینن اگه معامله میشه درست است. که باز شوروی وقت تانست تا چیلی و سلوادور و کیوبا و طرف امریکای جنوبی و امریکای غربی شرقی بیا و بالاخره امریکا تانست را بیا ای سنتور 1940 ناتو جور شدن و 55 وارسا جور شدن. ای همش رقابت ها بودن بین دو کشور. همیشه کشورها جان سیوم استعمال میکرد، انرژی میگرفت و هر جا که مرکزشان بودن اونجا میرفتن سلام و حمایت یا جنگ به شکل چی بودن. قبلا ما دیدیم که روسیه را در افغانستان مسئول ساخته بود و اونجا در ایران تغییرات آورد،
خمینی را آوردن، یاران چون شاه خود و شاه از وقت بسیار نزدیک بود به امریکا، چرا او را دور کردن؟ خب به خاطر که شاه تمایلات طرف روسیه کمک پیدا شد. خمینی یار آوردن، شاه را شکست دادن. پیش از این چرا زمینه مساعد شد؟ زمینه به این مساعد شد که عراق و ایران را جنگ انداختن، یار خوب زدن، یک دیگه خدا ضعیف ساختن. به سهولت تانست آمد عراق بگیره صدام حسین، اگر نه به این سهولت نمیتونست بگیره. همین جنگ ایران باعث شد که عراق سوخته. چرا در جنگ ایران و عراق اسرائیل به ایران کمک میکرد؟ چرا حال دشمن شده؟ یهود با مسلمان جور میامد؟ نمیامد. چرا کمک میکرد؟ به خاطر همین که این وقت قدر سالای مدرن ایران به میزایل و طیاره نداشت، حال مکمل داره. او را عراق سرشان زد، ضعیف ساخت. عراق از میفهمند که سلاح و مهمات میتر برشان روسیه، ایران از دست ضعیف ساخت. بسیار تشکر. گروه اخوانی و خمینی و یار از فرانسه یا آوردن شاندن تا این وقت دلش آرام بود. بسیار تشکر آقای مارج. یک معامله صورت بگیره که ایران مطلق کار مانند TCC و گلف سازمان چی میگه صاحب اوپک با خود تابعدار بسازه و پترو دلار سیستم باشه و تیل و چیزا زیر کنترل باشه یا بمانه کشور عربی. کدام کشور عربی را میل در خلیج می ببینین که بدون امر امریکا جمهوری پادشاه یا امیرشان تعیین میشه؟ حتی امکان نداره. پالیس محمد بن سلمان شتا و ترامپ به سرعت برای گفت میگه دو هفته مکر باشن 2 هفته حکومت کردن نمیتونی. دیده که خاموش شد، هیچ جواب نداد که من یک پادشاه یا شاهزاده این کشور هستم یا تو هستی. این همه چیزای واقعیت جهان است. بله. این که حالا پس میان سر از موضوع که سر کشتی فایر شد و او فایر کرد، این دوام داره. چی شد معاهده؟ اول هم این معاهده که با اوباما در 10 سال پیش امضا شده بود چرا لغو شد؟ دقیقاً آقای مارج. یعنی بله. زور هیچ وقت. حالا مثلا ما میگیم که تو چند روز پیش سوئیس امضا کردی، چرا نقض کردی؟ خیلی آمدن اولشون چرا نقض بود؟ آمدن اول به خاطر یورانیم و اتم بود. پس آمد سر تنگی هرمز واسه و بسته و واسه همی بود. است مثلا چی است؟ زور است، قوت است، شاخدار است، میاد کار میکنه. ایران اگر بتونه با زور شاکاری با حمایت چین و روسیه اگر بتونه کار کرده، در غیر از او بهترین راه شرمی است که میفهم معامله، چون همی کسایی که سر قدرت است معامله میکنن. کسایی که معامله نمیکنن کشته شدن. آقای مارج. بله. مشتبام کشته شده. بله. میخوایم به این بپردازیم که راه حل پایدار برای این مسئله، برای جنگ و تنش وجود داره یا قسمی که شما در میان سخنانتان گفتین تا 2028 یا 2030 ما شاهد این تنش‌های وقفه‌ای و پراکنده خواهیم بود؟ ما به صراحت براتون میگم، از دل خود نمیگم. با شرایط، قرائن، حالت، تعلیم، رسانه‌ای که میایه، بوترایی که میایه مطالعه میشه و دستگاه استخباراتی جان اگه چیزی که افشا میکنن بر رویت اینی اصلا براتون که ایران اگر دو دست خدا بالا کنه و با حکمت تسلیم باز هم جنگ دوام داره. چرا به نظر؟ جنگ بخاطر که استعمار معمولا زیر بنا بنیادهای نظامی اقتصادی کشور از بین میبره و او را همیشه وابسته و احتیاج به. مثالش براتون سوریه میگم. جولانی آمد بشار اسد را مسکو حکومت تسلیم شد، همه چیز، مگر با موجودیت جولانی یک هفته بعدش 450 بم از طرف اسرائیل صورت گرفت. چرا؟ جایی که بنیاد حافظ الاسد و بشار الاسد از او بیشتر مانده بود، نظامی بود، کارخانه بود، فابریکه بود، همه ایشان بمبار کیرمانه میگه مردم سوریه با فیلم مستند گفت که این کارخانه، این فابریکه، اینمی هم در چی نظامی همه بمبار شد که دیگه سوریه وابسته به احتیاج به کشور استعمارگر باشه و همونطور شد. خاک جولان گرفت، صدای خانه کشید. یک دفعه حمله شد راست باغیان، سلاح و مهمات نبود، بالاخره اسرائیل باید کمک کرد تا دیر روز دشمن رو با دوست. اینی معامله صورت میگیره در جهان، معمولا هستن دیگه. ایران تا وقت ضعیف میسازن. بدبختی در کجاست که چین و روسیه هم فایده خود میبینه. روسیه خوش نیست که ایران نفت بسیار اعلی را بفروشه.
بخاطر که خود نفت بازار اول که روسیه در جهان در نفت اول است، او باید بیشتر فایده کنن. چین با موقع ششتم خود مواجه نمیکنن با غرب، چون معاملات بسیار قوی تجارتی در یک طرف، دومی که اگه ایران خراب شود تخریب شود، بیا اینجا سرمایه گذاری کنه و احتیاط شود که از اون طریق خود برسانه به کشورهای عربی و اروپای شرقی. هر کس منطقه خود میبینه، حتی ما افغانا همچنان خوش نیستیم ایران زیاد روش کنن، چون اگر روش کرد باز هم اشکان روان کردن است و تعیین وزیر است و فشار آوردن است و باز همطور مسخره کردن است و مهاجره با چشم حقیر دیدن و کشیدن افغانی پدر سوخته و اینی چیزا را افغانا دیدن یا نقسم خوش نیستن که بله. یا مثلا با پاکستان و بلوچا برخورد خوب نکردن، با عراق قصه کردن برتان، با ترکیه مشکل داره، با آذربایجان مشکل داره. همین خود گروه سپاه خلاصه آخر سپاه در وقت خمینی و یا جوره شده، در وقت شاه جور شده بود، این همگی میفهمه. همین کل پلانا و برنامه را که در روسیه بود، در یمن بود، در حماس بود، در فلسطین بود، در سوریه بود، در لبنان، در همه جای اینمی سپاه و تا گروه افراطی، مدرسه افراطی را پاکستان را همین سپاه کمک میکرد. همین افغانا و گروه مختلف در افغانستان میساخت داخل فاطمون و زینبون و جیش عدل و یا این همین سپاه بود. طرف آذربایجان اگر فکر کنیم یا دیگر جا همین سپاه. متاسفانه که سپاه اگر ماهنگی با کشورهای خیلی که بازی یک تشریح کلان کار داره، وقت غذاف کار داره که معنی که چی پروگرام داره، چی برنامه. بسیار تشکر. چرا بله. یک باعث یک دیپ استیت کشورهای یا خانواده کلان در این مقطع در این منطقه وجود داره و کشورهای عربی و یا هم زیر اثر خود میگیره. سپاس. بله آقای مارج، بسیار کوتاه اگر بپردازیم چون فرصت کم داریم، در ظرف یک دقیقه مذاکرات اسرائیل با لبنان که در آمریکا انجام شده، جنگ میان حزب الله و اسرائیل را پایان میده یا خیر؟ نه خیر. پلان کلان در این منطقه بعد از 2030 شروع میشه. او مسئله مذاهب است که کلش یک مذهب نام ابراهیمی میسازه، چون مذاهب بعدی بعد از ابراهیم خیلی هستند. اسرائیل از یک جغرافیای کلان مثل لبنان مطلق میتوجه اسرائیل. یک قوالا در وقت داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام یا کشیدن که منطقه مربوط چی بودن؟ اسرائیل بودن در وقت زمان. از منطقه اور عراق ابراهیم خیلی حرکت کرده، جایی که رفتن آمدن تاسیسات و چیزایی که ساختن، این همه میگن که مربوط پدرکلان ما هستن. به این سلسله روان هستن، پیش میرن، زیادتر مناطق میگیره، بازی ساحل کلان تا افریقا تا آسیا و قسمت اروپا این باز منطقه بر صورت یا را باز توسط اسرائیل کنترل میکنه. بسیار تشکر. کلان جهان در میجاست و اینمی انرژی که ماشین کلان جهان میچرخانه. بله. عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل یک سپاسگزاریم. و به همین ترتیب میرسیم به پایان تحلیل یک امشب ما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.